شما اگه فکر کنی یا جایی بخونی که میشه بدون خدا یک کسب و کار رو به موفقیت رسوند، این بزرگترین دروغ دنیاست. چون به خدا نمیبندی. شرایط، رویداد، وقایع، افراد رو در مسیر راهت قرار میده، بهش اعتماد کن. الله یرزق ما یشاء به غیر حساب. این آیه چی میگه؟ من به همتون روزی میدم بی حساب کتاب. خدای از کجا میدی آقا؟ من حیث لا یحتسب. از جایی میدم به فکرت نمیرسه، گمان نمیبری. پس به معادلات نیست، پارتی و پول نیست. خب خدای من باید چیکار کنم تو به من بدی؟ دم دیگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این آیه واضحه، این داره با ما حرف میزنه. برو قرآن رو برای کارآفرینی باز کن، ببین باید حرف میزنه. من عامل نیستم، من 16 ساله دارم کار میکنم، من 2 تا شرکتم خارج از ایرانه، 3 تا کارخونم تو ایرانه، من کارمند دارم خارج از ایران، من تلورانس مالیم 10 میلیارد تومان در ماهه، من حوزه نیاوردن اینجا حرف بزنم، من دین شناس هم نیستم، من انقدر دین میفهمم امینه، ولی این آیه رو میفهمم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دستتو بذار تو دست من خدا، استقامت کن. پس جریانی هست که من باید استقامت، پس طوفانه، پس زدنه، پس کتکه. کارآفرین شدن روح بلند و بخشنده لازم.